امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم برای خرید بتل پس آلیاس یا الیاس یا هر چیزی رو ببینیم ارزش این بتل پس چطوره. خب این قسمت بتل پس های برگشتیمه. اولین چیزش اسکین آلیاس. سلام به دوستان عزیز، خوش اومدید به اولین ویدیو کانال من. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم برای خرید بتل پس آلیاس یا الیاس یا هر چیزی رو ببینیم ارزش این بتل پس چطوره. خب این قسمت بتل پس های برگشتیمه. اولین چیزش اسکین آلیاس که فوق العاده خوشگله و اصلا اصل بتل پس همینه. این کانسیار مکس که حالا خوبه باف هست ولی خب کسی زیاد برنمیده. آریوسش خوبه، هم آیرون سایتش فرق داره، همه چی. جنرال شپرد که خوبه و هولگرش خداست. آیرون سایتش فوق العاده است، یعنی بالاش باز دیدتون بیشتره. که توش هم به نظر میرسه که خاص باشه چون اسکوپ روشه بوده. میرسیم به آرناینش رو من داله ندارم دانش. آرناینش هم چیز خوبی به نظر میرسه و این پرایس هم خوبه. کلن بتل پس خوبی هستش. میدونی چی میگم؟ میریم واسه خرید بتل پس رو باز میکنیم. کالین کارت و حالا من کارت آپگرید ندارم و باید برم بازی کنم که این بتونم بازشون کنم و آلیاسش ببخشید. خب الان یک دیگه به اکانت من اضافه شد و من اکانتم فکر کنم حدودا 7-8 تای بتل پس داره و بتل پس این سیزن هم خریدم که بله ببخشید. همین اسکینا میذاریم. بله آلیاس خیلی خوشگل. اگه بچه ها دوست دارید از اکانتم واسهتون ویدیو بذارم که اکانتم رو بهتون نشون بدم حتما بهم بگید. بله میبینید چقدر خوشگل شد. یه دیل کیو هم سب کنیم، یه دیل کیو هم واسهش بذاریم. دیل کیو خیلی خوبه. بکنید چقدر خوب شد. و من پیشنهادم به شما اینه که حتما این بتل پس اگه پول دارید بگیرید، چون واقعا هم کاراکترش خوبه، هم گاناش خوبن، هم همه چیز. و واقعا به نظر من بتل پس یک ارزش داره. میدونی چی میگم؟ من این بتل پس ها رو زدم، گانزو رو زدم، یا رو زدم. بعد میبینید ولی اگه بخواید نظر من ببینید به نظرم بتل پس با ارزشیه و اگه دارید بزنید پول خودتون رو. به نظرم الکی صرف بازی نکنید. ولی اگه مثلا راستتون مهم نیست بزنید. بله ببینید خیلی خوبه بچه ها اسکینش. خب بچه ها به بخش پایانی ویدیو رسیدیم. لطفا من رو حمایت کنید، لایک و ساب و اینا فراموش نشه. و ویدیوهای بیشتری واسهتون در روزهای آینده میذارم. لطفا لایک و حمایت کنید و واقعا دوستتون دارم. خداحافظ.